عشق یه نیروی دوگانه است به نظرم. یعنی در این حال که بسیار شکوه بخش و شکوهمنده، ویرانگر هم هست. شاید اصلا هیچ گریزی از نابودی در عشق وجود نداشته باشه، ولی همین نابودی میتونه اوج تجربه انسانی باشه. شاید به نوعی دیدن، سوختن و پذیرفتن سرانجام. حسین صفا میگن چه حکمتی است در این مردن، در عاشقانه ترین مردن، و مغز را به فضا بردن و گریه را به خلا بردن. چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است و عشق جوخه ادامه است.